هر جا راننده میره میگه پول، افسر میگیره میگه پول، نمیدونم پلیستا میگیره میگه پول، نمیدونم پیش کارگر میگه پول چایی. هر جا تو میری راننده پول میخوام بگیرن. فکر کنن رانندگی یارو از دور میبینه تریلی این عظمت میره میگه فکر کنه پول چاپ بکنه. قرآن بدهکار میشه. به نظر من شغل خوبی نیست. میخوان به فرض برین جاده بهم یا کرمان، راننده شب نمیتونه بنده خدا شب بزنه بغل جاده بخوابه، اهمیت نداره. بخوابه یا ماشینش بردن یا خودش کشتن. الان یه جفت لاستیک شده 40 میلیون. تو تا کی دنده بدی که پول لاستیکی در بیاری؟ از همه بدتر باربریا مثلا یه بار میزنن به فرض مثال از تهران به شاروت 8 میلیون، به فرض مثال 8 میلیون. آقا 3 تا ماشین اجازت میگیره، گرفتاری، بیخوابی، گرما، سرما، گرسنگی از راننده، پول یارو اینجا درجا میگه کارت بکش حقشی میگیره تو میری. راننده زمانی خیلی شخصیت داشت، یعنی یارو واقعا از کامی اومد پایین مادرش ارزش قال میشد. الان نه، یارو الان یه ماشین داره 500 داره شاید 20 تومن قیمتش باشه، 20 میلیارد قیمت ماشین باشه، ولی بار میبره دو یک ارگان. یک کارگر افغانی میگه آقا برو بغل فلان پارک کن تا صدات کنه. یارو جدیدم جوونه، ماشین خریده، قسط داره، هر باری اعلام بشه میره دیگه. فکر نمیکنه آقا این ماشین امروز نوه فردا خرج داره، میگه آقا من امروز میرم قسط دارم. واسه ما خیلی پیش اومده، بارها ما گفتیم باروری آقا این بارا نزن نرو، آقا من قسط دارم میرم اختیار ماشین میدارم.